شاهین نرد سلام بفرمایید. کیلومتر 35 آزادراه شماره 16 لاین جنوبی 4 دستا خودرو در حال تخلف سرعت صفر حرکت به طور مارپیچ سکات نمایشی به سمت شرق هست. بله پیام دریافت. مرکز از شاهین بفرمایید. مرکز تمامی تیمای در طول مسیر مراقبت‌های لازم رو داشته باشن. سرعت 240 کیلومتر تا این لحظه ثبت شد. مرکز شماره 16 شماره 16 بفرمایید. مرکز خودروهای اعلامی رویت شد. سرعتشون خیلی بالاست. امکان حادثه برای خودروهای عبوری زیاده. مرکز شماره 18 مرکز سرعت خودروها خیلی بالاست. از گشت هوایی درخواست کمک کنید. شماره 18 پیام دریافت شد. مرکز به یکی از تیم‌ها اعلام بفرمایید خودروهای عبوری پشت‌سر رو متوقف کنید. تقریبا 10 کیلومتری عوارضی هستن. لطفاً به گشته بعدی اعلام بفرمایید آزادراه رو ببندن. مرکز از شاهین بفرمایید. با ارتفاع پایین در حال پرواز هستم. مراقبت‌های لازم رو من خدا هستم. مرکز 16 شماره 16 بفرمایید. مرکز من میتونم با گشت هوایی مستقیم صحبت کنم؟ شماره 16 بله صدا شما رو دارم. جای ورود خروجی‌ها رو کامل بستن؟ قبلا اعلام شده. بله همانگیری لازم انجام شده. بستن اتوبان خلوته. حتی اون جلوتر یه دستگاه هوایی در حال حرکت هست. هوایی چی هستش؟ سویتا کمری. خدا کنه این خودرو رو راحت رد کنه. شماره 16 چه اتفاق افتاده؟ سوی ماسکو داره شماره سرگشت میده یا آقرفت که رفت پایین که این خودرو 2 تا پردشی داره با یکی یکا دستش مونده بیرون. کمری زده نره توی تا کمری زده نره. بله دوستان عزیز دیدین لحظه غفلت سرعت بالا چه حادثه آفرید که خوشبختانه حالا